از دولت اسرائیل شنیدیم این است دوباره آژیر خطر به صدا در اومده. ما باید متوجه هم شرایط بسیار حساس در جنوب اسرائیل. بله سلام عرض می‌کنم خانم امامی، همکنون که من دارم با شما صحبت میکنم پدافند داره عمل میکنه و ما شاهد اجتماع حضور مردم هستیم در میدان انقلاب. ما نمیترسیم، ما اینجاییم، ما اینجا هستیم، مردم اینجا هستن. حتی در مقابل پدافندها در برابر موشک‌ها ایستادن، مردم ایستادن، اومدن بیعت کنن با امامشان، با امام خامنه ای اومدن بیعت کنن و لبیک میگوین. مردم اومدن بگوین ما نمیترسیم، ما اینجاییم، ما مردم شجاعیم. داشتم شعار مردم